با افتخار تقدیم میکند. دارم چیکار میکنم سارا؟ الان چیکار کنی؟ دارم پیوند میزنم. آره داره پیوند. چی رو به چی پیوند میزنم؟ الان یه چوب کوچولو قطع میکنی از اون در شاتوتو دارم به درخت توت به درد نخور پیوند میزنم. آره الان یکیشو زدی، اینم خوب بوده. بعد الان یکم سرشو تیز میکنی که بره داخل، که بتونه بره این داخل. آفرین. اگه ما سرشو تیز نکنیم اون نمیره داخل و خراب میشه. بعد خوب تیز کنیم مثل این. الان این چوبه ای که دورش پلاستیک بستیم ما رو همون چوبه بوده. یک پیوند اینجا زدیم، نگاه دورش هم پلاستیک پیچیدیم و گلو زدیم، یکم هم آتیش دادیمش تا بچسبه. آفرین. یکی اول جا بزنم. یکی اول، بعد خوب جا بره تا تیز خوب بشه. تیز باید یکم کوتاه‌ترش کنم. آره که مراقب باش دستتو نباری باشه. بعد خوب تیز بشه. این الان خیلی خوب بود. قشنگ جا بخوره. بعد خب الان چاقو اینجا بذار. حالا فکر کنم بشه. البته امیدوارم. نه این جا نخوره، این جاش خوب نشد. این فکر نکنم خوب شده باشه. باید جاشو یک کمکی. این درخت هنوز مریضه، حیوان مریضه. نه بابا حیوان مریضه. سرم من نداره قطع شده سرم. انشالله دی اولیش شد. هنوز نه ولی میشه فکر کنم. شد؟ نه چون نمیشه اینقدر تیز کردی. بذار برات بگیرم.